در منطقه دهوک که در شرق عراق واقع است به نشانی پشتیبانی از یک رایپرسی بحث برانگیز استقلال خواهی ولایت کردستان عراق راهپیمایی دایر شد. نظرپرسی به روز دوشنبه 25 سپتامبر تعیین شده است. آنها میبایست که به نظرخواهی الترناتیو پیشنهاد کنند، اما هیچ اتفاق نیفتاد. در آوازدهی روز دوشنبه حدوداً 5 میلیون نفر می توانند در این منطقه دارای ذخیره بزرگ نفت که حالا در داخل عراق از مختاریت برخوردار است شرکت کنند. نظرسنجی های اخیر میگوید که در کردستان 80% جمعیت طرفدار تأسیس کشوری مستقل می باشد. ما کردها اسراهای عصر زیر ظلم بودیم. ما باید برای دفاع از حق خود و تشکیل جمهوری کردستان متحد شویم. ترکیه و ایران از مخالفان اصلی برگزاری رایپرسی مختاریت هستند. آنها از فعالشوی نیروهای جدایی طلب کرد هراس دارند. در استانبول نمایش‌های اعتراضی دایر شده نظامیان ترک در نزدیکی مرز عراق مشق‌ها برگزار کردند. پارلمان عراق رایپرسی را غیر کانستیتوسیونی نامیده است. این همه پرسی نه تنها به امنیت عراق بلکه به تمام منطقه تهدید می‌کند. نظامیان پیشمرگه کرد برای بیرون کردن جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی از شرق عراق نقش کلیدی بازیدند. بعد فروپاشی ارتش عراق در سال 2014 نیروهای کردی برای حمایت شهر کرکوک فراتر از مرز کردستان عراق رفتند. حالا کرکوک و میدان‌های به آن نزدیک نفت به منطقه بحثی تبدیل شده. در صورت صاحب استقلال اعلان گردیدن کردستان می‌تواند بحث‌های قومی را به وجود آورد. متاسفانه بعد از حمله به دفتر حزب مردمی ترکمنستان از طرف گروه افباشان سلاحدار نزاع به زدوخوردهای مسلحانه پیچید. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد هم از کردهای عراقی دعوت کردند که برگزاری رایپرسی را به تأخیر اندازند، زیرا آن میتواند مبارزه عراق را با جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی مشکل کند. مسکو از چنین دعوت‌ها خودداری میکند. شرکت راسنفت راهاندازی لایحه بزرگ مبلغ گذاری را که بر رشد ساحه نفت کردهای عراقی پیش بینی شده است اعلام کرد. همین طریق روسیه به بازیگر اصلی تبدیل می شود که کردهای عراق را برای صاحب شدن به مستقلیت مبلغ گذاری می کند، صرف نظر از آن که این عمل می تواند بحران نو را در خاورمیانه وجود دارد. في هذا اليوم في مدينة التعاخي